دادگاه شهر دوشنبه حکم 17.5 سال زندان امیدجان صالحов را که متهم به عضویت در گروه 24 شده بود به تغییر گذاشت. میرزا دولت صالحov پدر امیدجان صالحov روز 21 می به رادیو آزادی گفت دادگاه شهر دوشنبه شکایت آنها از حکم دادگاه ناحیه فردوسی را 19 می بررسی کرد ولی مدت انجام حکم را به تغییر ماند. وی گفت ما بسیار انتظار داشتیم که دادگاه پایتخت قضیه را منصفانه بازبینی میکند ولی چنین نشد. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در اوایل ماه مارس امید صالحov را با اتهام دعوت به تغییر ساخت کشورداری، تشکیل گروه جنایی، تحقیر رئیس جمهور و جلب شهروندان به اتحادیه‌های جنایی مجرم شناخته برای 17 سال و 6 ماه روانه زندان کرد. اما امید صالحov در دادگاه این اتهامات را رد کرد و اصرار داشت که هرگز با گروه 24 همکاری نداشته و در روسیه صاحبکاری میکرده است. خانواده امید صالحov تصمیم گرفته که بازنگری حکم دادگاه ناحیه را از دادگاه عالی درخواست کند.